مغز تو بیشتر احساساتیه یا منطقی؟ 5 تا سوال سرعتی داریم. امتیازات رو سریع جمع بزن تا نتیجه رو ببینی. سوال اول، توی تصمیم‌های مهم بیشتر به حس تکیه می‌کنی؟ یا کاملا منطقی و با حساب و کتاب جلو میری؟ سوال دوم، وقتی یه وسیله جدید می‌خری، سریعاً روشنش می‌کنی؟ یا اول با دقت دفترچه راهنما رو می‌خونی؟ سوال سوم، وقتی یه مشکلی پیش میاد، دنبال راه‌های خلاقانه‌ای یا ترجیح میدی طبق نظم و چارچوب پیش بری؟ سوال چهارم، توی بحث با بقیه زود احساساتی میشی یا همیشه خونسرد و منطقی میمونی؟ سوال پنجم، موقع دیدن فیلم‌های غمگین سریع اشکت در میاد؟ یا کاملا منطقی هستی و زیاد تحت تاثیر قرار نمیگیری؟ اگه امتیازت بالای 40، نیمکره راست مغزت فعال تره. اگه زیر 30 هستی، یعنی نیمکره چپت حاکمه.